سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه قسمت دیگه از فروشگاه ای کامرس ویو و لارابل در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که تو این جلسه هم قراره با هم یه بخشی رو با هم جلو ببریم. قبل اینکه من جلسه رو شروع کنم خیلی خوشحال میشم با لایک، کامنت، سابسکرایب از من حمایت کنید و تا چنل من بهتر دیده بشه. خب بریم سر این جلسه. ما قرار این جلسه قسمت پروداکت رو با هم پیش ببریم، کرایه پروداکت رو با هم پیاده‌سازی کنیم، البته بخش بک‌اندش رو. خب من خیلی هم دوست دارم بیشتر درگیر بک‌اند شم. خب بیشتر تخصص من سمت بک‌اند و این جلسه هم قرار کلا روی این قسمت کار کنیم. برای این قسمت ما باید بخش ترمینال رو با هم باز میکنیم و شروع میکنیم به کار کردن. در درجه اول ما میایم، من خب با داکر دارم کار میکنم و قبلا هم گفتم بعد از اتمام این دوره حتما یه دوره کامل از داکر رو با هم استارت میزنیم، 0 تا 100 رو با هم پیش میبریم. من برم داخل کانتینر PHP هم داکر exec -it php bash. خب این از این. من نیاز دارم که یک ریسورس کامل از پروداکت داشته باشم. برای این کار میام PHP artisan make controller، بعد اسمش از product controller API resource و model، البته requests و مدل ما از چی؟ پروداکت. این دشتش و که میایم میذاریم اتومات کانفیگر خودش اعمال میکنه. من برای همین دیگه نمیام دستی دوباره خودم ایجاد کنم. و اینتر اگه بری توی اپ http controllers API، اینجا پروداکت کنترلر ایجاد شده. توی پوشه ریکوست هم 2 تا ریکوست ایجاد کرده، استور پروداکت ریکوست و آپدیت پروداکت ریکوست. و من اگه بخوام اینا رو ادیت کنم باید اول دسترسی پرمیشن بهش بدم. میام اینجا میگم sudo chmod -r و 777 اپ. من ازش یک کپی میگیرم. ای بابا اشتباه شد، یه ls میگیرم. درست. خب دوباره من تایپ میکنم sudo chmod -r 777 و ای کامرس. این کد توی اوبونتو باعث میشه که به اون فولدر دسترسی کامل بده، read write و کامل رو بهش بدی، وگرنه نمیتونی ازش استفاده کنی. خب ما فایل رو ایجاد کردیم. من برای اینکه بعدها ریکوست های مختلف دارم میام فولدر بندی میکنم، اینا رو میذارم توی پوشه پروداکت. آپدیت هم همینطور. خب اینم از این و
این پروداکت کنترلر از تو پوشه کنترلر رو میندازم توی API. خب اینم از این انجام شد، میبندمش. قبل اینکه من میام پروداکت کنترلر بیانه سازی کنم و متد رو بنویسم، من نیاز دارم به یه پکیجی. اگه یادتون باشه تو جلسات قبلی ما که دیتابیس رو ساختیم توی جدول پروداکت یه اسلاگی هم داریم. برای این کار از لاراول اسلاگیبل استفاده میکنیم. اما اولین لینک رو کلیک میکنیم، خیلی هم معروفه و 1.4 هم استار داره. برای استفاده از این پکیج میان کامپوز اول نصبش میکنیم. من میام اینجا، میرم توی داکر، اینجا اینستالش میکنم، پیست اینستال. منتظر میشم که نصب شه، یه خورده طول میکشه. قبلا VPN نمیخواست ولی الان برای استفاده این پکیج باید VPN بزنم متاسفانه. خب من یک لحظه قطع میشم و دوباره وصل میشم که تا بتونم VPN استفاده کنم. خب من VPN همو وصل کردم که الان کانکت. دوباره من این استالو میزنم، چون من از داکر استفاده میکنم اومدم تو کانتینر اصلی دارم میزنم. شما میتونید تو روت پروژه همین دستور کافیه که پیست کنید و اینستال کنید. فرق اگه از داکر استفاده میکنید که اوکی، اگه نه تو همین روت اصلی بزنید اوکیه. خب منتظر میشم که نصب شه. خب بعد اینکه نصب شد یه کانفیگی هم داره، باید بریم توی اون مدلی که قراره از اسلاگ استفاده کنیم یه هز اسلاگ باید بذاریم. خب این تموم شد، منتظر میشم ایندکسش هم تموم شد. خب این تموم شد، من VPN هم قطع میکنم دیگه، هم بهش نیاز ندارم، اینو میبندم. میام توی کجا؟ توی مدلز، توی پروداکت، اینجا میگم یوز هز اسلاگ. اینم هست. اینجا وقتی اینو یوز کنید میگه اد متد داره، اینو باید ایجاد کنید، ایمپلمنت باید بشه حتما. و یک آپشنی هم داره، دقیقا از خود داکیومنت دارم میرم جلو، چیزی هم از خودم ایجاد نکردم. همینو فقط میتونید کپی کنید، میتونید دستی بنویسید. ریترن کن چی بود؟ خودش هم آورده کلیستا کلید. اوکی، یه جنریت استفاده کنم. از چه کالمی استفاده کنه؟ ما تایتل میخوایم استفاده کنه. خب و کجا سیو کنه؟ سیو توی کالم اسلاگ. بذارید من اینو یه مرتب تر. خب الان اوکی. گفتیم چی از اسلاگ آپشن؟ یکی زمانی که ما داریم استور انجام میدیم بیا این اتومات میاد این توی این متد رو میخونه و از مقدار تایتلمون رو میگیره و توی کالم استاک ذخیره میکنه. یعنی دقیقا اینجا. خب این از این انجام شد، کانفیگور انجام دیگه، من با این کاری ندارم. بریم سیدر فکتوریش هم ایجاد بکنیم که خیال راحت بشه دیتای فیک داشته باشیم و برای بعداً که بخوایم تو فرند استفاده کنیم مشکل دیتا نداشته باشیم. میزنیم php artisan make factory product factory enter و سیدرش هم ایجاد میکنیم product سیدر. این هم از این. بعد میریم توی پروداکت سیدر و فکتوری.
کجاست؟ توی دیتابیس فکتوریز پروداکت فکتوری. خب اینجا من یک دسترسی پرمیشنم بهشون بدم یه بار دیگه. اوکی حل. اینجا من چی دارم؟ کالم هایی که داریم برای پروداکت رو میایم ایجاد میکنیم. یه تایتل دارم، میام اینجا از فیکر استفاده میکنم. this faker title اینم از این. بعد دیسکریپشن دارم، دیسکریپشن رو خودش اوورده. پرایس دارم 0 تا 1000 اوکی. بعد دیگه چی دارم؟ پرایس. بریم یه لحظه ببینیم که چه چیزایی داریم. پرایس. ایمیج دارم، ایمیج اینجا دیس فیکر ایمیج URL دیگه. پرایس هم که گذاشتم. دیسکریپشن created at اینجا میگیم created اوکی و updated at now. دیگه چیزی نداریم همین. خب بعد میریم توی سیدر. آها چرا سیدر؟ آها اینو اشتباه شد، اینو باید دوباره ایجاد کنیم. خب من اینو بر نداشته بودم، یه بار دیگه میزنم پروداکت سیدر. این بیش باید میشد سیدر. الان درست شد. خب بریم اگه تو سیدر بریم اینم ایجاد شد. من اینجا بهش میگم که بیا چیکار کن، بگو پروداکت فکتوری create count 50 و میام توی دیتابیس سیدر اصلی اینا کامنتش میکنم. میگم بیا چیکار کن، دیس کال کن چی رو، یه اری بهش میدیم. ممکنه بعدها سیدرهای مختلفی رو داشته باشیم. اینجا میگیم پروداکت سیدر تمام. و الان من هیچ دیتایی تو پروداکت ندارم. اگه بیام اینجا یه کلیر بزنم بگم PHP artisan may db seed تمام. منتظر میشیم که سیدرمون رو ایجاد کنیم. خب انجام شد دیگه، با اینم کاری نداریم و اینجا الان 50 تا دیتا داریم. اسلاگ دیدید دقیقا اسلاگ هم ساخته. خب اینم از اینم درست شد. خب دیگه دیسکریپشن تایتل هم اوکیه. خب این هم از روی ایندنت رو هم انجام بدیم اوکیه. خب الان تنها کاری که باید انجام بدیم بریم توی کنترلر، اینجا پروداکت کنترلر، توی پروداکت کنترلر اینجا باید بگیم قبل اینکه ما برای تمام API ها یه از ریسورس کالکشن استفاده میکنیم تا بتونیم دیتامون رو کاستومایز کنیم، بعد برگردیم برای سمت فرانت. منظورم اینه PHP artisan make resource
دو تا ریسورس میخوایم، پروداکت ریسورس که برای دیتیل که میخوایم نمایش بدیم از پروداکت ریسورس، یعنی یک پروداکت میخوایم نمایش بدیم از این استفاده میکنیم و لیستی از پروداکت ها اگه داشته باشیم از پروداکت لیست ریسورس. این هم هستیم، این هم ایجاد شد. من فقط یه پرمیشن بهش بدم. اوکی، این هم از این. بریم ریسورس هم اینجا پروداکت ریسورس. اینجا میام چیکار میکنیم؟ میام میگیم ریترن کنه چیو آیدی داریم، میگیم دیس آیدی. ریسورس کارش چیه؟ شما اگه از ریسورس استفاده نکنید و اینجا اگه بگید مثلا، حالا یه توضیح کوچیک بدم، مثلا من اینجا بگم ریترن کن چی رو؟ پروداکت کوئری get. اینجا میاد از این استفاده میکنه. خب این get که میکنی یعنی میاد تمام دیتا رو که نمایش میده هیچ وقت با تمام کالم ها رو به نمایش میده. یعنی ما توی ریسپانس شاید نیاز به آیدی نداشته باشیم، شاید نیاز به ایمیج سایز نداشته باشیم. اگه ما این کار نکنیم مجبور میشیم تمام دیتا رو به سمت فرانت بفرستیم. خب این درست نیست به نظرم. ما باید از خود فیچرهایی که خود فریمورک به اختیارمون قرار میده ازش استفاده کنیم به نحو احسن. خب برای این کار من اینجا یه آیدی دارم، من یه کنترل دی میگیرم، بقیه‌اش رو اینجا میارم دستی می‌نویسم. تایتل داریم، اینجا میشه تایتل. اینجا این تایتل. دیسکریپشن داریم، دیسکریپشن، این هم میشه دیسکریپشن. کنترل سی، این کنترل سی. بعد این پرایس داریم، این میشه پرایس. دیگه ایمیج داریم، این میشه ایمیج و created at. اینجا میگیم new date time و بیاد فرمت کنه. فرمت کجاست؟ date time date format. created at date time. اینجا میشد دیتا. فعلا همین باشه، فرمتش هم میکنیم date فرمت. اینه، اینم هستیم. خب اینجا میشه دلار this created at. اینم از این. خب اینجا بقیه هم بذاریم. updated at هم میخوایم، این میشه updated at. اینجا من به جای این از این استفاده میکنم، این از این. این میشه updated at. خب که بعد اینجا میشه ما باید به جای دید از فرمت استفاده کنیم. دقیقا همین رو میخوایم.
اینم پاکش میکنیم کلا. اینجا میگیم فرمت چی، اینم هستیم. فعلا این من اینجا داکیومنتیشنشم انوتیشنشم درست کنم، بذارم پاکش کنم یه بار دیگه جنریت کنه. خب اینم هستیم. این درست شد. دقیقا ما توی پروداکت ریسورسه، درسته؟ ما توی پروداکت لیست هم همینو داریم. اینم بذارید من آپدیت کنم. اوکی. توی پروداکت لیست همه رو نمایش میدیم. توی پروداکت اینا رو ببندم. توی پروداکت ریسورس مثلا دیتا نمیخوایم، کریدیت اد شاید بخوایم، ایمیل مثلا نمیخوایم، دیسکریپشن مثلا نمیخوایم. همین تمام. حالا بریم قسمت API. حالا به جای اینکه من بیام گت کنم چیکار میکنم؟ میگم آقا return response json. اینجا هم که پروداکت آل نمی کنیم، به جاش میای این پروداکت آل بگیرش، نیو پروداکت ریسورس، پروداکت لیست ریسورس، اینو میدیم بهش و اینم میذاریم اینجا. یه مسیج هم میگیم در ریسپانس نمایش بده. مسیج پروداکت لیستس. این هم از این از متد ایندکسمون. بعدن ما میایم از رو همین کوئری سرچمون رو انجام میدیم، پجینیتش میکنیم. فعلا فقط یه ریسپانس داره برمیگرده. بعدا میایم بهترش میکنیم و کوئریمون رو بهتر میکنیم. و اینجا میگیم دلار دیتا مساویس با چیکار کن، ریکوست ولیدیت بگیر، بعد بیاد دلار رس مساوی است با پروداکت query create data و یه ریسپانسی هم برامون برگردون. پروداکت نیو ریسورس و اینجا اینم اوکیه و اینجا میایم مسیج. created. قسمت بعدی چیه؟ آپدیت شو. از همین من یه کپی میگیرم میام اینجا دیگه. ولیدیت اینو من ندارم، اینجا فقط پروداکت براش میفرستم. اینجا میشه پروداکت دیتیل. این هم از این دیگه. آپدیت هم مونده. اینجا دلار دیتا مساوی است با دلار ریکوست validate. منظورم اینه، اشتباه نوشتم. validated. بعد بیا چیکار کن؟ product update data. اینجا که آپدیت شد یه ریسپانسی هم برامون برگرده، یعنی در واقع من اینو میخوام. new product resource
زمانی که این پروداکت میاد اینجا آپدیت میشه روت مدل بایندینگ بهش میگن و من اینجا میگم در نهایت پروداکت فرشش رو توی ریسورس نمایش بده. پروداکت این آپدیت پروداکت updated successfully آپدیت هم انجام شد، کاری باش نداریم، فقط دیستروی میمونه. دیستروی هم میگیم دلار پروداکت دیلیت جیسون هم بهش میگیم دیلیتد. تمام. خب ما به صورت کرات پروداکت به صورت کرات کامل پیاده‌سازی کردیم، فقط تستش میمونه که توی جلسات بعد و هم تستش هم انجام میدیم. حالا به فرانت وصلش میکنیم، دیتا میگیریم، ریسپانس رو نمایش میدیم. این دوره این قسمت تا اینجا به پایان میرسه. امیدوارم از این آموزشم بهره کافی رو برده باشید. خیلی خوشحال میشم با لایک و کامنت از من حمایت کنید دوستان و تا بتونم بهتر و بهتر آموزش‌ها رو بهتون ارائه بدم. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.